هر روز وسعت گرفته و شاهد فروریزی اشغالگران و فتوحات ملل تحت ستم می‌شویم. در سالهای اخیر چندین کشور تحت اشغال استقلال خود را اعلام کردند که هر کدام حاوی پیام رهایی و پایان اشغالگری میباشد. استقلال سودان جنوبی بار دیگر نشان داد که هرگز با سرکوب و کشتار نمیتوان ملتی را اسیر کرد و پیروزی نهایی از آن ملل است. استقلال سودان و پذیرش آن از سوی مجامع بین‌المللی مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویی بود که ادعا می‌کردند دنیا با استقلال ما ملل مخالف است. همچنین استقلال سودان جنوبی گرگرمی ملل تحت ستم و کابوسی به شوونیسم فارس شد. دیروز کوزوو و امروز سودان و فردا ما ملل تحت ستم در ایران استقلال خود را اعلام خواهیم کرد. گسترش مبارزات ملل رژیم را فلج کرده و جنبش ملل تنها آلترناتیو رژیم میباشد. شوونیسم فارس که از این روند به وحشت افتاده دست به شانتاژهای جدیدی زده تا شاید با وعده‌های بغراوی همچون دموکراسی و حقوق بشر و غیره جغرافیای جعلی ایران را چند صباحی حفظ کنند. در همین راستا یکی از سردستگان پان ایرانیست‌ها آقای داریوش همایون با هماهنگی پان ایرانیست‌ها کنگره ایرانیان فدرال به اصطلاح در مورد خطر فدرالیسم ولی در واقع به نفع فدرالیسم در پاک‌ها سخنرانی تشکیل داده تا شاید تکانی به نوع پان ایرانیست‌ها در کنگره ایرانیان فدرال داده و از طریق انحراف اذهان از استقلال به طرف فدرالیسم مانع استقلال ملل شده بتوانند تمامیت ارضی ایران را به هر نحوی که باشد حفظ کنند. ناگفته نماند که وی در این سخنرانی به تلاش‌های خود در تماس با کنگره ایرانیان فدرال نیز اشاره کرد. همچنین تبلیغ این سخنرانی از طرف کنگره ایرانیان فدرال برای جمع کردن مردم و مهم نشان دادن آن ساخت‌های اینها را برملا می‌کند. خواب روشن می‌شود که پشت پرده چه‌ها می‌گذرد. ولی اشغالگران چه از نوع پان ایرانیسم سنتی و چه از نوع نئوپان ایرانیسم آن یعنی فدرالیست‌ها چه از نوع مدعیان دموکرات و چه از انواع دیگر غافل از آنند که این طرح‌ها دیگر اثر ندارد. در بین ملل تحت ستم اکثریت مطلق برای استقلال مبارزه می‌کنند و تا پیروزی نهایی نیز ادامه خواهند داد. دموکراسی واقعی صرفاً با دفع اشغال ممکن است و آنهایی که دموکراسی را از اشغالگر جدایی می‌کنند سخت سردرگم هستند، چرا که اشغالگر برای تقابل ما آمده است و وجودش خود نفی آشکار دموکراسی و حقوق بشر میباشد. تا زمانی که سرزمین تحت اشغال و منابع آن توسط بیگانه تقابل می‌شود، وعده‌های دموکراسی و حقوق بشریان از نوع خمینی و کروش خواهد بود و بس که تنها بلدن چشم در بیاورند، دار بزنند، شکنجه و سلاخی کنند. این جنس دموکراسی ایرانی است. این نوع دموکراسی اشغالگر است. چه آنچه حاکم است و چه آنچه برای به دست آوردن حکومت تلاش می‌کند. شوونیسم فارس این مار خوش خط و خال برای حفظ قدرت و ممانعت از استقلال ملل از این نوع دام‌ها زیاد خواهد نهاد تا شاید نظر ملل را تغییر و سیطره خود را در اشکال دیگر ادامه دهد. بر ماست که با آگاهی و اراده راسخ به مبارزه برای استقلال ملی که تنها راه رهایی است ادامه داده و برای همیشه از شر اشغالگران فارس خلاص شویم. همرزمان گرامی، کنگره جبهه دموکراتیک مردمی اهواز در شرایطی برگزار می‌شود که ما ملل برای خلاصی از شوونیسم اشغالگر فارس لحظه شماری می‌کنند. همچنین افکار بین‌المللی نیز به ملل تحت ستم به عنوان تنها آلترناتیو برای رهایی از تروریسم فارس متمرکز شده است. یقیناً کنگره چهارم با اتخاذ تاکتیک‌های لازمه بیش از پیش به این روند جاری خواهند رساند.
حزب استقلال آذربایجان جنوبی ضمن حمایت از مبارزات بر حق ملت همرزم عرب الاهواز بهترین درودها را نثار روح شهدای اهوازی نموده، 4مین کنگره جبهه دموکراتیک مردمی الاهواز را به دبیر کل، کادر مرکزی، اعضا و هواداران همچنین به ملت شریف عرب الاهواز تبریک گفته آرزومند است که کنگره بعدی همرزمان گرامی نه در تبعید که در کشور مستقل عرب الاهواز برگزار شود. حزب استقلال آذربایجان جنوبی 26 ژانویه 2011